آقا در هرندی کارگاه زدیم، کارگر گیر نمیاریم. آقا چطور پسرشو بفرسته پیش من کار کنه در حال که میره گدایی میکنه 300,000 تومان ساعتی دریافتی داره؟ مردم چرا پول میدید؟ چرا برای اون حس درونی خودتون که حس خیرخواهی در ما ایرانی ها هست فقط بسنده میکنید پول میدید؟ ما گناهکاریم، ما باید بشکنیم قواعدو. چرا نشسته 300,000 تومان امروز گدایی میکنه و در حال حرکت 700,000 تومان ساعتی گدایی میکنه؟ امروز چرا یک زن زایمان میکنه، یک زن معتاد و بچهش میفروشه 50 میلیون تومان؟ چرا بره کار کنه؟ چرا بره کارآفرینی کنه؟ چرا بره جای کار کنه؟ برای همین من کارگاه میزنم در هرندی، میشینم برای 15 نفر اشتغال 1500 تا تلفن میزنم. ها شما آسیب دیده از کجا داره؟ اشرداری داره میگیره، از اونجا داره میگیره، از اون نهاد میگیره، از این نهاد میگیره، پک معیشتی میگیره، کمک مؤمنانه میگیره، غذای گرم میگیره. چرا بیاد کار کنه؟